مسئله 49.10 مسکوفکینه 49.10 مسکوفکینه چهارم اوروین میگه که کاندنساتوری هموار داریم که پلاستیک ها انمود لوحه های کاندنساتور کвадрати میباشند، یعنی این بر و درازی آنها L، ما اون رو با L اشاره کردیم که L به ما دادگی است. من در اینجا قیمتاشون نیستم چون که جای زیادی را میگیرد. ما آخر با فرم جواب میگذاریم، بعد کداتون قیمت های عددی رو گذاشته حساب کنیم. این L ای بر و اینجا هم L میباشد درازی کاندنساتور، لوحه های کاندنساتور که کвадрат شکل میباشند. این کاندنساتور با قطب های هی اپسیلون پیوست شده است و در داخل آن همین پلاستیکای شیشگی را که قفسی آن با خودی مسافه بین لوحه ها، یعنی قفسی آن هم با د برابر است. اینجا من می‌نویسم د، یعنی مسافه بین لوحه های کاندنساتور هم د هست، قفسی خودی پلاستیک هم د است و این پلاستیک را با سرعت v با داخل پلاستیک هم خیلی میکوچونند در بین با داخل لوحه با داخل کاندنساتور در بین لوحه های کاندنساتور با سرعت v میکوچونند در و خودی نفوذپذیری دیالکتریکی پلاستیک با 7 برابر است. ما باید جریانی که در این حالت حاصل می شود یابیم. بله، جریانی که در این حالت در زنجیر حاصل می شود ما باید یابیم. و بیاید اکنون می نویسیم. در اینجا اول دیدن ممکن است که گنجایش همین کاندنساتور وقتی که ما پلاستیک را وارد کردن میگیریم گنجایش کاندنساتور تغییر مییابد. یعنی در اینجا x این مسافه که با قدر همین x ما پلاستیک را وارد کردیم، با قدر x وارد کردیم و در اینجا میتوانیم همین کاندنساتور را با دو کاندنساتور با همدیگر پارالل پیوست جدا کنیم. یعنی یک کاندنساتور داریم که در اینجا جدا میکنیم اینطور، یک کاندنساتور داریم که همینجا بین آن شیشه نفوذپذیری دیالکتریکیش یک قرار دارد در و پارالل با آن پیوست است کاندنساتور دیگر که داخل آن یعنی هوا هست، مسافه بین آنها هوا است، یعنی یک نفوذپذیری دیالکتریکی بین این لوحه ها با یک برابر است. برای همین ما میتوانیم نویسیم که گنجایشی عمومی همین کاندنساتور ها هنگام پارالل پیوست شدن این برابر است با گنجایش کاندنساتور یکونگی که ما با قدر x همین پلاستیک را وارد کردیم، همین قدرش را ما جدا کرده گفتیم یک کاندنساتور هست و موافق فرمول کاندنساتور هموار گنجایش همین کاندنساتور این میشود که یه اپسیلون نول مساحت رویای کاندنساتور این می شود بر آن که آن با L برابر است ضرب درازی آن با x برابر است. یعنی x این مسافه که ما پلاستیک را وارد کردیم، پلاستیک شیشگی یه نول اس ما این x ضرب L تقسیم مسافه بین لوحه های کاندنساتور این د می باشد. جمعی یعنی این گنجایشی کاندنساتور اول جمعی که گنجایش کاندنساتور دوم این میشود که اپسیلون نول ضرب این قسمت میشود که تمام درازی کاندنساتور L بود، x قدرش رو که پلاستیک اشغال کرد یعنی L مینوس x قدر دیگری آن به پلاستیک می باشد L طرح x اپسیلون نول L طرح x ضرب پهمی بر آن باز L یعنی L ضرب L طرح x این میشود s. این میشود یه نول s، این میشود مساحت لوحه کاندنساتور تقسیمی باز مسافه بین آن d برابری. در اینجا ما از قوس میبروریم اپسیلون نول l تقسیم d را از قوس میبروریم اپسیلون نول l تقسیم d در داخل قوس میموند یه این نفوذپذیری دیالکتریکی است. از بس که ما نخواستیم که همین اپسیلون که در اینجا داریم حاضر اپسیلون با نفوذپذیری دیالکتریکی یه آمیخته شود، برای همین ما این را با یه چنین یه اشاره کردیم. یه میموند باز x میموند یه x
جمعی در اینجا میموند L طرح X. اکنون با در نظر داشتیم اون که فرق پتانسیل های بین لوحه های کاندنساتور با اپسیلون برابر است، یعنی اون رو با اعتبار میگیریم که مقاومت داخلی منبع با 0 برابر است. تقریبا منبع رو ایدئالی قبول کرده فرق پتانسیل های بین لوحه های کاندنساتور رو با خود اپسیلون قبول برابر حساب کرده می نویسیم. اپسیلون برابر است با وابستگی بین اپسیلون و کاندنساتور و ذریعه چنین نوشته می شود، یعنی شدت برابر است، شدت بین لوحه های کاندنساتور برابر است با ذریعه کاندنساتور تقسیم مقاومت تقسیم گنجایش اون. و از اینجا ما اگر خود ذریعه رو یابیم می شود اپسیلون ضرب C و در اینجا می نویسم Q برابری اپسیلون ضرب C. ما این C رو میگذاریم یه 0 اپسیلون 0 L تقسیم D، در اینجا یه X. بیاید من در اینجا X رو از قوس میبرم. ببینید در اینجا یه X داریم، در اینجا طرح X رو از قوس میبرم می شود یه طرح 1 باز جمع L. ولی در اینجا از بس که لوحه رو با سرعت V منتظم میکشونند ما میتوانیم نویسیم که X برابر است با انا همون V ضرب T. T این وقت است که لوحه در داخل انا همین کاندنساتور حرکت کرده ایستاده است، برای همین X برابر است با V ضرب T. در جای X اینجا میگذارم X برابر V ضرب T میگذاریم. V ضرب T قوس رو میپوشیم و این وابستگی ذریعه از وقت میباشد، یعنی Q از T. ببینید که وابستگی ذریعه از وقت میباشد. از اینجا اگر ما حاصله گیریم یعنی E برابر است با dq تقسیم dt، یا اینکه حاصله Q یا Q نقطه یا Q شتریخ میگویم در بعضی Q نقطه حاصله Q نسبت به وقت، یعنی ما از آن همین Q حاصله میگیریم نسبت به وقت حاصل میکنیم. بیاید اول اپسیلون 0 L تقسیم D رو از حاصله میبریم چون که اینها دائمی هستند و از داخل حاصله میگیریم. در اینجا V اپسیلون طرح 1 اینها هم دائمی هستند و تنها T تغییر یابنده T هست. برای همین وقتی ما از داخل حاصله میگیریم حاصله L 0 می شود. حاصله این قسم می شود که انا همین اعضاهای دائمی ضرب 1 حاصله T 1 می شود، یعنی V ضرب اپسیلون 1 اگر از T حاصله گیریم 1 می شود نسبت به وقت. یعنی این افاده قوه جریان که در نتیجه تغییریابی گنجایش به عمل میآید، در نتیجه با سرعت V در آوردن انا همان لوحه پیدا می شود. اینجا باشد من اپسیلون می نویسم چون که این را ما با ای می نویسم چون که این را ما با ای اشاره کردیم با چنین حرفیه و این باشد انا همان قوه جریان است. می توانید قیمت های عددی رو گذاشته جواب مسئله رو در شکل جواب عددی مسئله رو حاصل کرده بینید. این بود مسئله 49.10 مسکوف کنید صرف 10 و 11 چهارم او رو.